فروش رایگان گاز به ترکیه موضوعیه که چند وقتی تو رسانه‌ها مطرح شده. وزارت نفت هم به نوعی این موضوع رو تایید کرده. این موضوع تو فضای مجازی هم اخیراً بازتاب‌های زیادی داشته. ایران با ترکیه قرارداد بلند مدت 25 ساله داره و در شرایطی که ترکیه به علت مشکلات داخلی درآمدش کاهش زیادی داشته، این موضوع خبر خوبی برای ترک‌ها بوده. سید عبدالله طباطباییان خبرنگار پیک بامدادی برای بررسی بیشتر این موضوع الان در استودیو با ماست. آقای طباطباییان سلام. تو خبرها از قرارداد ایران و ترکیه جزئیات بیشتری مطرح شده که برای شنونده بگی؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که ببینید سال 77 یعنی 1996 ایران و ترکیه قرارداد گازی 25 ساله رو منعقد می‌کنن. قراردادی که بر اساس اون ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز رو به شرکت بوتاش ترکیه در واقع تحویل بده. شرکت بوتاش ترکیه ژانویه سال 2012 دو تا شکایت کرد به دیوان داوری بین‌المللی، یکی در زمینه نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و دیگری کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری بودنش. همون زمان مسئولان ترکیه اعلام کردن که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایرانن. خب نتیجه چی شد؟ به این دیوان با رأی 10 نوامبر 2014 شکایت گازی ترکیه از ایران رو مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز در تحویل گاز رد کرد و دفاع ایران رو هم پذیرفت و صحه برش گذاشت، اما ترکیه کوتاه نیامد، شکایت خودش رو با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد و بر این اساس هم ترکیه ایران رو به گران فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با توجه به کاهش قیمت جهانی متهم کرد. پس این ماجرای جریمه چی؟ اصلا کی اولین بار این موضوع صادرات رایگان گاز به ترکیه رو مطرح کرد؟ یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین بار این موضوع رو 23 اردیبهشت مطرح کرد و گفت باید توضیح بدن که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگه ارزانتر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شده که 13.5% قیمت فروش نفت خودش رو کاهش بده و برای سالهای بعد 1 میلیارد و 875 میلیون دلار خسارت پرداخت کنه. 1 میلیارد و 875 میلیون دلار. بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن 95 اجرایی شده و به همین خاطر هم به عنوان جریمه مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنه. خب حالا الان از مسئولان وزارت نفت کسی در این باره پاسخی داده؟ من دیدم که خود وزیر نفت این موضوع رو تایید کرده بود. بله، البته آقای زنگنه گفته که ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض. اون چه که در قرارداد گازی، آقای زنگنه گفته اون چه در قرارداد گازی با ترکیه انجام شده اصلاح قیمت بوده، نه جریمه. یعنی چی؟ منظور وزیر چی بوده از این اصلاح قیمت؟ بذار از صحبت‌های خود آقای زنگنه استفاده کنم. وزیر گفته که رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 91 کاهش 12% گاز صادراتی ایران به ترکیه بوده که آنکارا نسبت بهش اعتراض کرده. بر این اساس شکایت کرده، ترک‌ها شکایت کردن، اونا خواستار کاهش 25% برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5% برای قیمت گاز شدن. آقای زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی رو 62.5% عنوان کرده و بعدش هم گفته که این موضوع مربوط به سال 91 که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده. وزیر نفت اینو هم گفته که پس از این سالها بحث و مذاکره شده که این میزان یعنی همون 62.5% به 13% کاهش پیدا کنه و بعدش هم گفتن که دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13% این بوده که قیمت گاز ایران از روسیه بالاتره. عجب. خب یعنی دادگاه رأی داده که قیمت رو 13% تعدیل کنیم و این پرونده به نفع ترکیه تموم شده. بله. خب البته اینو هم بگم که روایت مدیرعامل شرکت ملی گاز یکم متفاوته. متفاوت با چیه؟ ببینید حرفای آقای وزیر یعنی با معاونشون که رئیس شرکت ملی گاز هم هست اینجا متفاوته. مدیرعامل شرکت ملی گاز گفته که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه قیمت مناسبیه و در حال حاضر 13.3% از درآمد گازی ما از ترکیه بابت جریمه کسب میشه. اما اینکه گفته میشه گاز مجانی صادر میکنیم از روی بی‌اطلاعی. خب این دوتا یعنی جریمه یا تعدیل قیمت تو اصل موضوع چه تغییری ایجاد میکنه؟ منظورم فروش رایگان گاز به ترکیه است. خب خیلی فرقی نداره. ببین وزیر نفت در این باره گفته که زمان اجرایی شدن این حکم کاهش 13% 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شده و این موضوع سبب شده که ما مبلغی رو که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به اونا بدهکار بشیم و به دلایلی گفته شده
شده که حالا عرض کردیم همکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری بین‌المللی اعلام کرده پولی دریافت نمی‌کنی و این به معنای جریمه نیست. خب آیه طباطباییان تو خبر اومده که استناد ترکیه برای اینکه ایران رو به ارزون فروشی محکوم کرده چی بوده؟ برخی نماینده‌های مجلس، چون وقت نداری من سریع برم جلو، برخی از نماینده‌های مجلس گفتن که این موضوع به قرارداد کرسنت برمیگرده که خب موضوعش مفصله، یعنی چون اونجا قیمت گاز خیلی خیلی پایین بوده، ترکیه از این قرارداد استفاده کرده. اما خود وزارت نفت میگه که ترکیه در دادگاه بین‌المللی قیمت گاز روسیه رو بهانه قرار داده و گفته که ایران بالاتر از قیمت منطقه‌ای گاز داره گاز رو به ما میفروشه. بسیار عالی، سپاسگزارم از اطلاعاتی که دادی.